سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو داشته باشید. امروز با هم میخوایم بریم یه بازی والیبال که تازه اومده رو با هم بازی کنیم. خب بچه ها، این عکس بازی یک بازی کره‌ای هست. میرید داخلش. این چنل مال من و روحامه. ویدیو معرفیمونه چند روز دیگه میاد. یه ادیتور هم داریم به اسم میلاد که اونم پیجش میاد. یه اسپانسر هم داریم به اسم امیرحسین شمسی که اونم حمایت میکنه از ما. ایده‌های خیلی بزرگی داریم. امیدوارم که شما ما رو حمایت کنید تا بتونیم به آرزومون برسیم. خب بچه ها، بازی که واسهتون اومد، به یه چنین صحنه میرید. اینجا مچی که این پایین است رو میزنید. اینجا ما برای این دوتا قفلن، تا حالا 2 ستاره شدن میرن، یه ستاره. اینو شما میزنید اینجا. اینا رو من مثلا رفتم، شما نرید. از این میاد که به شما یاد بده، بعد این مسابقه، بعد بعد الان میرسید به اینجا. بعد میرید داخل. اینجا حالا یکی میاد باهاتون صحبت کنه، مربی ورزشیتونه. اینجا اسکیپو میزنید که بره، زیاد مهم نیست. اینجا فرمیشن بازیکناتون کجا میخوان وایسنه. شما زیاد به اینا دقت نمیکنید. استارت گیم رو میزنید. خب ما رفتیم داخل بازی. اینجا 3 تا گزینه داریم. خب اینم زد. 3 تا گزینه داریم. مثلا این لحظه بازی صبح 3 تا گزینه داریم. یکیش دریافت توپه که با ساعد انجام میده. یکیش سیوه که میپره سمت توپ. یکیش هم میکوبه، اسمک میزنه تو زمین حریف. خب برو بریم. اون که علامت پر داره اسپک میزنه، اون که علامت یه تیمه دفع میکنه و اون که علامت فلشه از این سیو میکنه. بازی همچین حالتی داره. بازی خیلی باحالیه. ما این بعد امتیاز داره خواهشتون. یه ضربه جشن موجی پیازی. 2-1 به نفع ما بچه ها. واقعا امیدوارم روزای خوبی رو پیش هم داشته باشیم. این تیم حریفه. یه ضربه یه محکم از ما و اونجا خوب داریم از میگم. داشتون چیزه. البته روحام هم داشتون هست. ویدیوی فردا یا پس فردا قرار ببینیم. خب یه داریم. This is YouTube. This is video volleyball. دوستان کامبک خوردیم. تبریک میگم. تنها چیزی کم بود این بود که الان ما کامبک بخوریم. و من یه چیزم بگم، ما الان میکروفون اینا نداریم. امیدواریم که بتونیم با حمایت شما به این چیزا برسیم. ولی خدای بازی بالی، امیدوارم ازش راضی باشید. بازی مورد علاقتون هم تو کامنت ها بنویسید. اینجا این اسپانسرمون هم میخواد خودشو معرفی کنه. سلام، من شمسی هستم، اسپانسر این چنل هستم. امیدوارم که ویدیوهای خوبی رو پیش هم داشته باشیم. اینکه شما هر بازی شما دوست دارید رو توی کامنت بنویسید، ما تایید خدایا بنویسید FC24 آنلاین داره 2 میلیون پول بده. باز گرفت. خب نه اسپانسر خوبی داریم. بچه ها بنویسید بازی رو از ستاشخالی پیدا کنید. حالا اینجا خیلی قویه ماجی. حال میکنید داشتون چولی بازی میکنه. شما میایین اینجا اینو میندازیم بالا، یه دونه ضربه. بخاطر همین که هنوز تجهیزاتون مثل
صدامون یه ذره میپیچه ببخشید. بچه من بازی فوتبالم دارم، اگه دوست داشتین بگیم من واسهتون بازی کنم. فوتبالو دارم، FC هم دارم، کالاف هم دارم. حالا هر کدوم که دوست داشتین بگیم من براتون بازی کنم. کالاف لول 350 بودم، پاک شد الان لول 16 ولی خب نه. خواستین بگیم باید بگیم. هول کردین داشتون چی در آورد؟ برای اینم میگشت PS 2021 از بچه ها تو PS5 البته نیست، الان PS4 ولی خب قراره با همراهی شما بخریم. ولی اینکه یه دونه PS 2021 هست، یه دونه گاد آف وار هست، کال آف دیوتی هست، بازی اسنایپر هست و بازی کرش بندیکوت 4 GTA هم هست. حالا هر بازی که دوست داشتید رو بگیم انجام بدیم. بعد بازیایی که خواستین هم اگه خیلی دوست دارین هم بگیم ما بریزیم که براتون بازی کنیم. بله بچه ها تموم شد، ما باختیم 9-7. مرسی از همه، مرسی از شما که این ویدیو رو نگاه کردید. 6 دقیقه وقتتون رو گرفتیم ولی امیدوارم که از ما حمایت کنید. مرسی. ویدیویی که میخوایم خودمون رو معرفی کنیم هم فردا یا پس فردا میاد. من و روحامیم، پیج ادیتورمونو و اسپانسرمونو میذاریم، ازشون حمایت کنید، از ما هم حمایت کنید. مرسی که وقت خوشگلتون رو دادین به ما.